ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم دوم، گفتار 39. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. آدم کشی و بای بچه های جناب عالی. ما در تاریکی روز به ریگستان رسیدیم. از بس که هنوز تماشابینان غن نشده بودند، جای خوبی را به دست در آورده نشستیم. در ریگستان تماشا مانندی دفعه پیشتر سر شد. فقط ساعت 8 شده باشد هم زنجیری بالای تخت پل را نمی برداشتند. معلوم بود که امروز دری خانه نمی شد. دری خانه چیان هم که به دور و پیش ریگستان غن شده نگرانی برداشته شدن زنجیر بودند، امیدشان را برکنده یگان یگان پراکنده گردیده به خانه خودهاشان برگشتند. من از پیرک پرسیدم: مادام که اینقدر سپاهی به درون ارک راه نیافته برگشته رفتند، امروز در ارک خدمت اینها را کی ادا می کند؟ پیرک خندیده جواب داد: اینها در ارک هیچ خدمتی ندارند. پس چرا اینها به ارک با آن شتاب چابوکی و زد و خورد می برآمدند؟ یا مگر در هر باری به ارک برآمدن از امیر انعامی می گیرند که برای وی می دوند؟ هیچ کدام اینها نی. من نمی فهمم، گفتم تعجب کنان. آخر اینها در ارک چکار می کنند و امیر به اینها چکار دارد؟ پیرک زیر لب خنده کنان گفت: چنان که آن آدمی میان سالی ناشناس در آن دفعه‌ای که در ریگستان بودیم گفته بود، این کار را حکمت پادشاهی میگویند و عقل ما و تو به معنی این گونه حکمت ها نمی رسد. چیزی که من پرسکاو کرده فهمیده گرفتم این است که گویان پیرک به ایضاح در آمد. اینها به ارک می برایند. اودایچی و شغاول نایب اودایچی اینها را موافق عملشان پس و پیش کرده در راهروی درازی سلامخانه تا مسجد ارک نگاه می دارد. امیر که به سلامخانه در آمده در پیش آستانه دری بالای وی نشست، به دربان یک اشارت می کند. دربان رموز فهم هم معنی اشارت امیر را فهمیده، خوش تقصیر گویان به طرف رهرو می دود و در آنجا به اودایچی نگاه کرده با آوازی بلند می گوید: سلام. اودایچی با شغاول دری خانچیان را موافق عملهاشان دسته دسته کرده با نوبت به حوری سلامخانه می درآورند. در وقتی به حوری در آوردن هر دسته، اودایچی به طرف دست راست آن دسته و شغاول به طرف چپش می روند. وقتی که دسته به حوری در آمده به در خانه‌ای که امیر نشسته است روبرو شد، اودایچی با آوازی بلند نام و عملهای اشتراک کنندگان آن دسته را یک یک گفته
برای سلام و دعا آمدن آنها را اظهار می کند و اودایچی و شغاول با دستان خود از پس سری اهل دسته زیر کرده آنها را به تعظیم نمودن اشارت می کنند. اهل دسته اول خم شده و بعد از آن نشسته چنان که نماز می خوانده باشند به امیر با آوازی بلند و علیکم السلام می گویند. شغاول از جانب اهل دسته با آوازی بلند امیر را دعا می کند و به او موفقیت و ظفر می طلبد. بعد از آن اودایچی به اهل دسته با آوازی بلند خطاب کرده اکنون برگشتن گیرید می گوید. دسته از جا خیسته پشتناکی راه رفته از دروازه حوری سلامخانه می براید. وقتی که همه دسته ها به همین طریقه سلام داده برآمدند، اودایچی آنها را به حوری وسیعی که تخت امیر در پیشگاه وی برپا کرده شده است می گذراند و بر صفه خیشت فرشی بی پلاس موافق عملهاشان بالا و پایین می شیناند و فراشها با طبقهای سفاری بی سیر آش پلو آوردن می گیرند. دری خانچیان با گرفتن آن طبقهای آش از دست فراشان با یکدیگر تلاش می کنند و هر کس از جایش نیمخیز شده از یک لبی طبق داشته وی را به طرف خود می کشد و بسا می شود که در آن میان طبق شکسته و یا چپه شده آش به زمین می ریزد. مگر آنها در عمرشان آش ندیدند که اینقدر چشم گرسنگی می کنند؟ گویان من سخن پیرک را بریدم. احتمال طعام‌هایی که هر روز در خانه آنها پخته می شوند از طعام‌های عاموی آشخانه امیر بمزه‌تر باشند، گفت پیرک و دوام کرد. آنها این کار را برای این می کنند که نظر به قول آنها آش امیر تبرک بوده است و این گونه تلاش کرده گرفتنی وی به امیر خوش می آمده است. لیکن بعد از به دست آوردن این آش تبرک کسی از وی نمی خورد. قسمی از وی در وقت تلاش کرده گرفتن دری خانچیان به زمین می ریزد و قسم دیگرش به آشخانه پادشاهی برگشته رفته در آنجا نابود می شود. پیرک در آخر سخن خود گفت دری خانچیان بعد از آشخوری بره رو برآمده به لب صفچه های زیر دیواری می نشینند و اگر برف و باران بارد هم در خیستن از آنجا و به جای بالا پوشیده رفتن حق ندارند و هر وقت که رخصت عالی شد به خانه خود برمی گردند و بسا می شود که این رخصت تا قریبی وقت شام دیر می کشد. خوب است که با فرو رفتن آفتاب دروازه ارک بسته شده دیگر بی رخصت مخصوص عالی کسی به ارک نه در آمده می تواند و نه برآمده، وگرنه ممکن بود که رخصتی به خانه خودهاشان برگشتنی اهل دری خانه تا نیمه های شب بلکه تا سحر دیر می کشید. بعد از بریگستان صف کشیدن سربازان پیاده 30 کس را از رهروی ارک به دروازه برآوردند که دستان همه اشان به پیش بستگی بود. در بین تماشابینان یک هیجان، یک جنبش و یک شواس زنی سر شد. بعضی ها با سرجنبانی و با نیم صدای کام و زبانی علامت افسوس نشان می دادند. بعضی ها در جای خود بی صبرانه جنبیده گاه به طرف ارک و گاه ها به طرف بازار ریسمان نگاه می کردند. معلوم بود که اینها به یک تماشای فوق العاده منتظرند و زودتر به وقوع آمدن وی را خواهانند. بعضی دیگران
با هم پهلوی خودها درباره پیشبند شدگان خونسردانه گپ می زدند و معلوم بود که آن کاری شدنی در نظر آنها یک کاری عادی برین می نمود. اما به همه این معلوم بود که آن 3 نفر دستهاشان به پیش بسته شده در همین 5-6 دقیقه نزدیک کشته خواهند شد. قشبیگی با عادت مقرری جزادهی نامهای آن 3 نفر را یگان یگان به زبان گرفته و در حقیقت صاحب همان نامها همان آدمها بودند را از حاضر استادگان پرسیده و تصدیق کننده حکم کش را به دست میرشب داد. میرشب آن حکمنامه را گرفته اول بوسید، بعد از آن از سرش بالاتر برداشت، پس از آن به چشمانش مالید و در آخر بوسیده در بغل خود انداخت و با اشارت به آدمان خود فرمان داد. در پهلوی هر یک از کشته شوندگان 2 جلاد گذاشت. جلادان آدمانی کوتاه قامت، کوتاه جامه بوده، میانشان از روی بستگی، در پایشان موزه عادی و بر سرشان تلپک های جایداری عادی بود. رنگ و روی این جلادان گوناگون باشد هم چشمانی همشان مانندی چشمانی سگانی دیوانه دهشت انگیز بود و گویا که در آن چشمها به جای سفیدی و سیاهی خون شعله‌وری می کرد. در دستی یکی از هر 2 نفر جلاد یک کلتکچه سرلونده کوتاه دسته بوده، در میان دیگری کاردی با بند و غلافی می نمود. اطراف بندیان و جلادان را شبگردانی 3 بنددار احاطه کرده گرفتند و از 2 طرف این دسته شاگرد پیشگانی شمشیردار قشبیگی و میرشب و یسبولانی چوب دستدار امیر صف کشیدند. میرشب تبرزین خود را به دست گرفته و پیش دسته گذشت و او بعدی از تختپول به میدان ریگستان فرآمدن گویا که به پیاده‌گردی آب شکمش کم می شده باشد به اسب سوار شد و حالان که از تختپول تا کوششگاه از 300 قدم زیادتر راه نبود. دسته از بین صفی سربازان از جایی که مخصوصاً برای گذشتن وی کشاده ماندگی بوده است روان شد. ما از بین تماشابینان یک نو کرده پیش رفتیم تا که چگونه شدنی چهره کشته شوندگان را در نزدیکی مرگ بینیم. چون به گذرگاه دسته نزدیک رسیده چشممان بروی کشته شوندگان افتاد. من و پیرک قریب بود از دهشت بیهوش گردیده به زمین غلطیم، زیرا یکی از آن بندیان که پیشا پیش می بردند ملا تراب بود. دویم ملا بازار نام کسی بود که پیرک او را می شناخت و من او را شخصا نشناسم هم کی بودنی او را از پیرک شنیده بودم. بندی سیوم را که از همه قفاتر می بردند ما شخصا نمی شناختیم، لیکن از حکایه دیروز از مرادی پختکش شنیدم تخمین کردن ممکن بود که بندی سیوم نسیمی خرخور است. ملا تراب و ملا بازار به طرف کوششخانه مردانه می رفتند. البته رنگ روی آنها و فیل و اطوارشان عادی نبود. رنگشان پریده گونه خاکستری پیدا کردگی بود، اما حرکت و قدمانیشان مستانه می نمود. آنها گویا آدمانی پرزوری دریا درکش بودند که با نوشیدن شرابی بسیار از خود نرفته و نغلطیده بودند، اما با زوری همان شراب از سر چی گذرانیده ایستادنشان را معین کرده نمی توانستند و یا مانندی کسانی بودند که واقعه های دهشت انگیزی در خواب دیده شان را در بیداری به یاد می آرند، لیکن از وی
نمی ترسند. اینها هم واقعی دهشت انگیزی از سر گذرانده ایستاده اشان را ارنگ ارنگ می فهمیدند اما نمی ترسیدند، یا اینکه خود را ناترس نشان دادن می خواستند. اما بندی سیوم که ما او را نسیمی خرخوری بازارچگی گفته مقرر کرده بودیم، پیشتر از خوردن کارد جلاد مرده برین شده بود. رنگی او خاکستری بنفشتاب می نمود و او قوتی حرکت و رفتار نداشت. او را از دو پهلویش دو جلاد گرفته گویا برداشته می برده باشند، به زور حرکت می کناندند و قدمهایش به زمین گاه می رسید و گاه نمی رسید. دسته به کوششگاه رسید. آدمانی میرشب و خوشبیگی و امیر گرداگردی لایدانی بازاری ریسمانی ریگستان را حلقه‌وار فرا گرفتند. میرشب به درونی حلقه در آمده سواره می ایستاد. او فرمانی به واسطه خوشبیگی از امیر گرفته‌اش را از بغل برآورده، یک باری دیگر به سرش برداشته، به چشمانش مالیده، به لبانش آورده بوسیده، باز به بغلش انداخت. بعد از آن به طرف ارک به آن دریچه‌ای که باید امیر در آنجا این منظره را تماشا کرده نشسته باشد نگاه کرده یک تعظیمی کرد که دهانش به یاد اسب رسید. بعد از آن دست برداشته از بندیان و از تماشابینان در حق جناب عالی دعا طلبید. سرجلاد کفی دستانش را کشاده به هوا برداشت. دیگر جلادان و پاسبانان هم دستهاشان را به هوا برداشتند. سرجلاد با آوازی بلند دعا کرد: الهی جناب عالی جهانگیر شوند، تیغشان برا و سفرشان بی خطر شود. هر دشمنی که به ذات عالی قصد کند پست شود. پیرها یار، چاریاران مددگار، حضرت شاهی مردان کمرشان را بندند. آمین. دست برداشتگان آمین گویان دستهاشان را برویشان مالیدند. بعد از آن میرشد به طرف جلادان اشارت کرد. اول ملا بازار را به لب چقوری آوردند. جلادی کلتکچه دار پیش گذشته با کلتکچه خود از پیش به ساقهای پای بندی چنان سخت زد که شقی راست زده شکستنی استخوانهای پا به حاضر ایستادگان شنیده شد. بندی رو به زمین بروی لایهای سیاهی از لایدان کنده برآورده شده افتید. جلادی کلتکچه دار به شانه بندی سوار شده سری وی را بلای سخت زیر کرده ایستاد. شبگردانی سیبندار با دستان خود از میان تا پای بندی زیر کرده ایستادند. جلادی دیگر از غلافی به میانش آویخته شده کارد را کشیده برآورد. کارد آنقدر کلان نبود. از گلبند تا نوگش یک وجب درازی داشت. هم کمبری دودمه‌ای نوکتیس بود. جلاد کاردش را به گلوگاهی بندی به جایی که به گوشخانه‌اش نزدیک بود خلانید و بعد از آن تا گلبند فرو رفتنی کارد یک بار وی را تافت و کشیده برآورده به جامه بندی مالیده پاک کرده به غلافش تیقانید. خون از گلوی مقتول فواره زنان برآمده به زمین ریخته و درونی چقوری لایدان می شارید.
دو بندی دیگر را هم به همین طریقه کشتند. فقط از گلوی بندی سیوم که ما او را نسیم خرخور می گفتیم خون کمتر برآمد و زود باز ایستاد. میرشب در حق جناب عالیش باز یک باری دیگر دعا گرفته با دسته پاسبانان و جلادان خود برگشت. تماشابینان به جای خوابیده کشته شدگان نزدیک شدند. جسدهای ملا بازار و ملا تراب هنوز با شدت جست و خیز می کردند و تنه نسیم خرخور سوست می جنبید. در همین وقت از طرف جنوبی ریگستان، از طرف طاق تیرگران، گروهی کلبچگان پیدا شدند که در دست آنها 3 دانه زنبر بود. سرهای آنها چنان کل بودند که شوخهای سفیدشان از تیپه تا گرداگیردی سرهاشان را تا پیش ابرو و پسی سر فرو گرفته بودند و با تعبیر شاعری آن زمان مستریب سری آنها چغبود پخت کهنه آب شسته برین می نمود. در تن این کلبچگان کرته و لازمی نبود. فقط به جای لازمی یک لطه جغده جغده دریده را لنگیوار به میانشان پیچانده بودند. در تن هر کدام آنها یک جامه پاره پاره دریده بود که از روی وی میانشان را با ریسمان بسته بودند. رنگ روی تمامی بدنشان نامعلوم بود، از بس که به بدن آنها از نوک پای تا پیشی چشم خاکستر چسبیده مانده بود. چی رنگ داشتنی پوستشان معلوم نمی شد. با نمودار شدنی کلبچه ها از دهان مردم صدا برآمدن گرفت. بای بچه های جناب عالی، بای بچه های جناب عالی می گفتند آدمان بسیاری. آنها به لب لایدان کششگاه رسیدند و تا آرام گرفتن جسدی کشته شدگان بی صبرانه نگاه کرده ایستادند و بعدی از جنبش باز ایستادن تنه مقتولان بای بچه های جناب عالی هر کدام مرده را به زنبری انداخته برداشته بردند. من سببی بای بچه های جناب عالی نامیده شدن این کلبچگان را از پیرک پرسیدم. سبب این است که گفت او امیری حاضره عبدالاحد شاعر است. او مضمونی از طرف کلبچگان با زنبر برداشته برده شدن جسدی دشمنان کشته شده اش را در یک بیت خود در آورده است و در آن بیت به کلبچگان مردکش اظهار محبت کرده از آنها یاری خواسته است. به همین مناسبت مردمی بخارا به این کلبچگان بای بچگانی جناب عالی نام دادند. پیرک سخنی خود را دوام داده گفت مردمانی بخارا آدمانی زیرکند، هر کار را می فهمند و به هر چیز نامی مناسب می دهند. عیبشان فقط در این است که به مقابل این ظلمها حرکتی نمی کنند و به سبب بسیار ظلم کشیدن ستم کشی به آنها عادت شده مانده است، چنان که به بنگ کشان و تریاک کشان کشیدن این چیزهای آدم خراب کن عادت شده می ماند. پیرک در آخری سخنش بیت مذکوری امیر عبدالاحد را به طرز زیرین خواند. براحت گرد و چار افتد رقیبی شومی بدکردار، سرش از تن جدا گردان جسد بالای زنبر بر. این بیت در تذکیره افضل هم در تذکیره صدر ضیا به نام امیر نوشته شده است. میدانی مشق سرباز.
ما در زیر باری گرانی دهشت‌آوری منظری آدمکشی و جسدی حقارت دیده انسان مانده بودیم. با مصلحت پیرک برای قدری سبک شدن بیرون شهر برآمدن را صلاح دیدیم. پیرک به میدان بیرون شهری مشق سرباز رفتن را مناسب دید. در آنجا شاید با دیدن مشق‌های خنده آور و از شنیدن لپلیچو به جای نپلیچا و نمیستی به جای نمیستی شاید دل کشاده شود، گفت و علاوه کرد: هوای بیرون شهر هم از درون باید سبکتر باشد. تا کشته شدن آدمان، سربازی سه‌شنبه‌ای هم مشق ریگستانی خود را تمام نموده به میدان بیرون رفته بود. ما از ریگستان با کوچه‌ای که به دروازه امام می براید به طرف شمال روان شده از گذری میرزا غفور به طرف دست راست به شرق نگاه کرده برگشتیم. از چاربقاری بازاری چوب باز به طرف شمال برگشته به دیواری قلعه رسیدیم. از آنجا باز به طرف شرق برگشتیم. در اینجا اکنون به طرف دست چپمان دیواری فرسوده شهر و در طرف راستمان کل بود. از بس که آنجا جای چقرتری شهر بود، آبهای برف و باران و ضحابهای شهر در آنجا غون شده در مدتی چندین سال این آبگریز گندیده رنگی سبزی سیاه‌تاب پیدا کرده است. به بالای این مردم سگها، گربه‌ها و خرهای مرده را در اینجا آورده پرتافتند که لاشه های این حیوانات هم رنگ، هم بوی و هم منظره آن کول را نفرت آورتر کردند. ما به همه دشواری ها طاقت کرده به قدر امکان چابکانه راه رفته به دروازه سمرقند رسیدیم. این دروازه به طرف شمالی شهر نگاه کرده گشاده می شد. از دروازه برآمدیم. از اینجا راست به طرف شمال یک راه کلان می رفت که با وی به وابکند و غژدوان رفتن ممکن بود. به طرف شرق دروازه یک راه کلان دیگر بود که وی رونده را به فیض‌آباد، دلکشا، غربون و از آنجا به سمرقند می رسانید. میدان مشق سرباز در بین همین دو راه واقع شده بود که در طرف شرق این میدان یک راه خردتری دیهاتی و در طرف شمالش چارباغ‌های خصوصی بودند. در سه طرف این میدان در غرب و جنوب و شرقش زهکش‌های کلان کشیده شده بودند که بنابر باطل شده رفتن آبگریزشان در بدبویی و بدرنگی آبشان از کول درونی دروازه سمرقند ماندنی نداشتند. در طرف غرب میدان بعد از زهکش و راه یک حوری امیر و در طرف شرقش بعد از زهکش و راه دلکشا نام چارباغ امیر واقع شده بود. دلکشا بودن نام این چارباغ که در چنین جایی بدبوی واقع شده بود عجیب می نمود. شما گفتار 39 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.